وزیر امور خارجه هم در دیدار نمایندگان کشورهای جهان در محل نمایندگی کشورمان در سازمان ملل گفت اقدامات نظامی هیچگاه نمیتواند مشکلی را حل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. It's afternoon already. It's late evening in Tehran. ناهار ایرانی با طعم دیپلماسی در نیویورک. ظریف در جمع نمایندگان دبیرکل سازمان ملل و کشورهای مختلف جهان ابراز امیدواری کرد با همکاری و مذاکره موضوع هسته‌ای طوری حل و فصل شود که حقوق مردم ایران حفظ و نگرانی برخی کشورها هم برطرف شود. در موضوع هسته‌ای با خانم اشتون ملاقات خواهم کرد و در اون ملاقات بررسی می‌کنیم که چگونه میشه روند مذاکرات هسته‌ای رو انشالله به پیش برد. نشست مجمع عمومی سازمان ملل هفته آینده با حضور سران 130 کشور جهان برگزار می شود. وزیر خارجه یک هفته پیش از رئیس جمهور به سازمان ملل رفته است. یک دلیل آن هماهنگی برای برنامه‌های آقای روحانی در نیویورک است. علاوه بر این